سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به کانال من. اسم من محسن‌ه. میخوام 3 تا فکت راجع به خوک‌چای هندی باهاتون در میون بذارم که به نظر من خودم خیلی جذابه. شماره 1. توی آمریکای جنوبی 7 میلیون سال پیش خوک‌چای هندی زندگی می‌کردن که اون زمان یه سری مردمان بومی بودن که از این خوک‌چه‌ها به عنوان وعده غذایی استفاده می‌کردن متاسفانه، یا خیلی کارهای دیگه مثل استفاده می‌کردن ازشون توی علم پزشکی، حالا توی فرهنگشون خیلی کارهای دیگه هم باشون می‌کردن. بعدها که این برمیگرده به 5 الی 7000 سال پیش، تاجران اسپانیایی میرن به آمریکای جنوبی و خوک‌چه‌ها رو از اونجا برمی‌دارن و میارن به اروپا. بعدن داخل اروپا خانواده‌های اشراف‌زاده از این خوک‌چه‌ها استفاده می‌کردن واسه حیوان خونگی. دلایلی که میتونن از خوک‌چه هندی به عنوان حیوان خونگی استفاده بکنن یکی همینه که راحت میشه ازشون نگهداری کرد، هزینه‌شون خیلی کمه و خیلی بانمک و گوگولی هستن. شماره 2. میخوام راجع به این که چرا همچین اسمی واسهشون گذاشتن باهاتون صحبت بکنم. خوک‌چه‌های هندی یا به زبان انگلیسی گینی پیگ هیچ ربطی نه به خوک دارن، نه به گینی دارن، نه به هندی. آلمانی‌ها به خوک‌چه‌های هندی خوکچه دریایی میگن که هیچ ربطی بهش نداره. خوک‌چه‌های هندی به خاطر اینکه خیلی جثه کوچیک، گرد و بانمکی دارن، اونها رو به اسم خوکچه میشناسن. یک سری صداها خوک‌چه‌ها از خودشون در میارن که جیک جیک کردنشون شبیه به صدای خوکه. حالا هندی یا گینه از کجا اومده؟ هندی همون زمانی که اسپانیایی‌ها به اروپا رفتن تا بتونن خوکچه هندی‌ها رو از اونجا بیارن، چون خیلی علم جغرافیایی خوبی نداشتن، فکر می‌کردن اون منطقه یا هندوستان بوده یا منطقه گینه. به خاطر همین توی زبان فارسی بهشون میگن خوکچه‌های هندی و توی زبان انگلیسی بهشون میگن گینی پیگ. مورد 3. به نظر من خیلی مورد غم انگیزیه. خوکچه‌های هندی متاسفانه توی طبیعت وحشی منقرض شدن. حالا دلیلش چی میتونه باشه؟ یکی از مکانیزم‌های دفاعی که خوکچه‌های هندی از خودشون نشون میدن اینه که در مقابل یه سری حیونا مثل مار، مثل عقاب، مثل پرنده‌های شکارچی، عکس العملی که نشون میدن اینه که یه جا خشکشون میزنه و فکر میکنن که اون حیونا دیگه نمیتونن ببیننشون. مخصوصا مار وقتی خیلی میترسن، اگه سرشون از بدنشون پنهان بشه فکر میکنن کل بدنشون هم پنهان شده، به خاطر همین دیگه احساس امنیت میکنن. دقیقاً یه چیزی مثل کبک. به خاطر همین نتونستن توی محیط وحش دووم بیارن و متاسفانه خیلیاشون منقرض شدن. هنوز یه سری گونه‌های وحشی ازشون هست که خیلی کمیابن و هر کسی نمیتونه ازشون عکس برداری کنه یا خیلی در دسترس باشن. گونه‌های اهلی خیلی توپل‌تر، آرومتر و وابسته‌تر به انسان هستن. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. ویدیوهای بعدی خیلی بیشتر راجع به خوکچه هندی صحبت میکنم. اگه از ویدیوم خوشتون اومد ممنون میشم چنلم رو سابسکرایب کنین، اون زنگوله بالا رو بزنین و ویدیوم رو لایک کنین. خیلی به من کمک میکنه. ویدیو بعدی میبینمتون.